سلام. امروز میخوام راجع به یک موضوع خیلی در واقع خوب جذاب صحبت بکنم. اونم بحث مدار منطقیه. مدار منطقی رو تو دانشگاه نیاز داریم پاسش بکنیم برای رشته های، حداقل رشته که خودم دارم میخونم، رشته مدار منطقی، رشته مهندسی کامپیوتر. و امروز داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوب میشه اگه هر درسی که خودم دارم میخونم بیام اینور توی یوتیوب آموزشش بدم. دلیلش هم اینه که احساس میکنم آموزش باعث میشه مفاهیم توی ذهن آدم بهتر و بیشتر تثبیت بشن. واسه همین من اومدم چیز کردم، اومدم گفتم که خب هر مطلبی رو که خودم فهمیدم میام همون رو آموزش میدم و یه قسمت توی یوتیوب میذارم تو پلیلیست مدار منطقی و سعیم بر اینه که در واقع بفهمیم که مدار منطقی چیه، به چه درد میخوره و یاد بگیریم کنار هم دیگه. خب من اینور مطالبی که دارم رو خب امروز میخوام راجع به دو تا مطلب صحبت بکنم. دو تا مطلبی که در قسمت های ابتدایی مدار منطقی نیازی که بدونیمش و این دوتا عنوانشون هست در واقع اعداد، مبناهای اعداد و مکملها. ام، اعداد در واقع چیزایی هستن که ما توی دنیا داریم میبینیمشون و در واقع تجربهشون میکنیم. مثلا مثل اعدادی که هر روز داریم ازشون استفاده میکنیم، اعداد صفر، یک، دو، سه الی نو. اینا اعدادی هستن که ما هر روز داریم ازشون استفاده میکنیم. فلسفه به وجود آمدن اعداد 10 تایی هم برمیگرده به انگشتان دست که اینو من از استاد یوسفی شنیدم. برمیگرده به تعداد انگشتای دست و به همین دلیله که ما 10 تا عدد داریم و به این اعداد میگن اعداد، به این سیستم اعداد میگن سیستم اعداد 10 تایی، اعداد اعداد دسیمال، ببخشید، اعداد 10 تایی یا دسیمال. اعداد اعدادی که توی دنیای واقعی ما میفهمیمشون در واقع اعداد 10 تایی یا همون دسیمال هستن. اما اعدادی که کامپیوتر ازشون سر در میاره اعدادی هستند که خیلی کمتر از اعداد دسیمالن. دلیلش هم اینه که کامپیوتر صفر و صدیه و یا ترو داره یا فالس داره، که ترو فالس رو هم اینطور نشون میدن. ترو میشه یک و فالس میشه صفر. پس فقط صفر داریم و یک. پس این اعداد دو تا بیشتر نیستن. به این اعداد میگن اعداد دودویی یا اعداد باینری. اعداد باینری یا اعداد دو. اعداد اصلی ما در واقع مسیر مدار منطقی همین دوتا هن. یعنی ما یا اعداد 10 تایی داریم یا اعداد دو. اما اگر خوب به در واقع دنیای کنونی که داریم داخلش میزیستیم در واقع یه خورده فکر بکنید میفهمید که اه، بذار یه موضوع قبلش بگم. توی دنیای کامپیوترها به هر کدوم از اینها، یعنی اگر شما فکر بکنید که ما یک واحد داریم که میتونیم داخل این یا صفر بذاریم یا یک بذاریم، به این میگن بیت. درسته؟ و این بیت در واقع بیت ها کنار هم جمع میشن و چندین بیت هستن که یک بایت رو تشکیل میدن که این تعدادش دقیقا برابر با 8 تا. یعنی 8 تا بیت یک بایت رو
تشکیل میدن. موضوعی که هست اینه که کامپیوترهای کنونی حداقل 64 یا حداقل میشه گفت 32 تا بیت رو کنار هم گذاشتن تا یک مفهومی رو داخل خودشون ذخیره بکنن و 32 تا بیت یا 64 تا بیت عدد خیلی خیلی زیادی. برای اینکه ما بتونیم توی کتاب ها یا مقالات آموزشی اینا رو بیشتر و بهتر بفهمیم که آقا این اعداد چی هن و مثلا شما فکر کنید یه عدد خیلی رندومه که این عدد 32 تا یا 64 تا بیت داره که مثلا تهش بگه مثلا این عدد 4. خب یعنی شما 0 0 0 0 0 و آخرش 100 میشه عدد 4. شما فکر کنید 64 تا بیت باید بذارین کنار هم تا یه عدد 4 نشون بدین. برای اینکه اینو یه خورده ساده ترش بکنن اومدن یه سری واسطه گذاشتن در بین اعداد 10 تایی و اعداد 2 دویی. این واسطه های معروف، بذارین من واسطه بذارم، اینا بهشون میگن اعداد مبنای 8 و مبنای در واقع 16. به مبنای 8 میگن اکتال و به مبنای 16 میگن هگزا دسیمال که خب یه خورده زیاده، من همینجوری می‌نویسمش هگزادسیمال، که اعداد مبنای 16 هستند که بهشون میگن 16 شانزدهی و اعداد مبنای 8 هستن که بهشون میگن در واقع 8 هشتی یا همون حالا اعداد اکتال. ما مبناهای دیگری هم داریم، همونطور که گفتم خدمتتون اینا یک سری در واقع روابط ریاضی هستند که کار رو برای ما ساده تر میکنن و عملا در دنیای واقعی استفاده ازشون نمیشه و ما میتونیم اعداد باینری خودمون رو تبدیل بکنیم به اعداد مبنای 16 یا اعداد مبنای 8 و بالعکس، و اعداد مبنای 8 رو مثلا میتونیم تبدیل بکنیم به اعداد مبنای 10 و بالعکس دوباره، و کار خودمون رو میتونیم در واقع یک خورده تر. اعداد مبنای در واقع 2 و مبنای 10 رو متوجه شدیم که چه اعدادی هستن، یعنی از 0 تا 9 و 1 و 2. اما مبنای 8 هم دقیقاً مثل اعداد 10 تایی هستش، یعنی از 0 تا 1 کمتر، یعنی تا 7. بذارید من فارسی بنویسم که به مشکل نخوریم. و 16 هم همینطوره، یعنی از 0 تا 15. اما یک موضوعی هست، اگه خوب دقت بکنید اعداد، یه عدد مثلا من مثال میزنم اینجا برای شما، عدد 13. بذار یه مثال دیگه بزنم، عدد 8. این عدد حدس بزنید در مبنای چند هستش؟ بین همین 4 تا مبنایی که خدمتون گفتم حدس بزنید در مبنای چند هستش. خب دو دویی که نیست، دو دویی چون فقط 0 رو داره و 1 رو داره. 10 دهی یا دسیمال میتونه باشه چون تا 9 رو داره و این 8، پس 10 دهی میتونه باشه. و اشتباه نوشتم. و مبنای 8 اکتال چطور؟ اکتال گفتیم تا 7، پس اکتال هم نمیتونه باشه. و مبنای 16 یعنی هگزادسیمال، هگزادسیمال هم میتونه باشه. خب میخوام چی رو برسونم؟ میخوام بگم شما فرض بکنید مثلا یه عددی آوردم به شما دادن مثل همین 13 که اول نوشتم، این تو مبنای چنده؟ 13 آیا 1 و 3 نیست؟ اگه 1 و 3 باشه تو مبنای 8، تو مبنای 10، تو مبنای 16. خب ولی این 1 و 3 نیست، 1 و 3 با همه، یعنی چی؟ یعنی 13. خب ما اشتباه میکنیم،
پس چی میکنیم؟ میایم میگیم که اعداد هگزادسیمال، برای اینکه جلوی اشتباه کردن گرفته بشه میایم میگیم اعداد هگزادسیمال از 0 تا 9 همانند اعداد دسیمال و از 10 تا 15 متفاوته. چطوریه؟ میشه A، B، C، D، E و F. میشه 10، 11، 12، 13، 14 و 15. اینا اعداد مبنای 16 هستند. خب تا به اینجا متوجه در واقع استاتیک ها و میشه گفت موضوعات مقدماتی شدیم و فهمیدیم که اعداد اعدادی که ما داریم به چند نوعن و این 4 نوعی که ما اینجا داریم از انواع اصلی در واقع سیستم اعداد هستن. اما شما مطمئن باشین که مثلا اگه بگم مبنای 4 یا بگم مبنای 3 شما میتونید به همچین مبنایی هم برید. الان تو قسمت بعدی میخوام اصلی ترین موضوع، یعنی تبدیل کردن اعداد به دسیمال و از اون طرف تبدیل کردن اعداد دسیمال به اعداد دیگه رو مطرح بکنم. خب بریم راجع به این صحبت بکنیم که مثلا یه عدد باینری رو ما چطور میتونیم تبدیلش بکنیم به در واقع عدد 10 بیایم به این فکر بکنیم که یه عددی مثل گفتیم 10 اعدادی هستن از 0 تا در واقع 9. میخوام بگم که عدد 4 در دسیمال معمولا نمی نویسن ها، این هم دقت بکنید، معمولا نمی نویسن، میگن آقا همون عدد 4 چون مبناش 10. مبنا 10 مبنایی هستش که نوشته نمیشه. حالا بر فرض مثال ما الان اینجا چون ابتدای کار هستیم من می نویسم. خب راجع به چی حرف میزدیم؟ آره مبنای 10 هستش عدد 4. اینو میخوام تبدیلش بکنم و ببینم که این چه عددی میشه در مبنای 2. خب ببینید برای رسیدن به عدد 4 من باید بشمارم تا به عدد 4 برسم. 0، 1، 2، 3، 4. خب 5 تا شمردم تا به عدد 4 برسم. حالا میخوام ببینم من میخوام به عدد 2 برسم باید چی کار بکنم. دونه دونه میریم ببینیم به چی میرسیم. خب من از متد قدیمی استفاده میکنم، یعنی چوب خط. ما باید 1، 2، 3، 4، 5 تا بشماریم تا به عدد 4 برسیم. خب من اینو میرم ببینیم به چی میرسیم. دونه دونه میریم دیگه. 0، یه چوب خط. بذارین همونجا چوب خط رو بذارم که چیز نشه. یه چوب خط، 1، 2 چوب خط، 2 که نداریم که در اعداد مبنای 2 ما 2 نداریم. چی میشه؟ 2 0 میشه، یه 1 به عدد قبلی اضافه میشه، این شد 2. خب پس 0، 1، 2، 3، 1، اینم که همونه، این شد 4. یه دونه دیگه میذارم اینجا، یه دونه 1 میفرستم اونور. چی میشه؟ این میشه 2، این که میشه 0. خب ما باز 2 نداریم. چی کار بکنم؟ دوباره نمیکنم 0، یه 1 میفرستم اونور. این دو هم پاک کنیم که بهمون نخندن. اصلا کلا مسیر رسیدن به 0، 1، 10، 11 بعد دیگه این خارج شده. مسیر رسیدن به
در واقع عدد 4 به این شکل هستش. آره، ما دونه دونه میایم بالا، دونه دونه در واقع 0 1 0 1 0 1 در واقع یکا شروع میکنیم و در دهگان دوتا دوتا میریم، توی صدگان سه تا سه تا میریم، یعنی 0 0 0 1 1 1. بذاری من اینو یک بار دیگه بنویسم چون یه خورده چیز شد، یه خورده بد شد، خوب نفهمیدیمش احساس میکنم، ولی اشتباه نبود ها. عدد 4 برابر است با 100 در واقع 1 0 0 در باینری، این اگه 10 باشه. این اشتباه نبود، ولی میخوام چیزی خورده بهتر بریم. ما فهمیدیم که یکان رو یه دونه زیاد میکنیم، 0 1 0 1 0 1 0 1. دهگان رو اما دوتا زیاد میکنیم، پس چی میشه؟ 0 0 1 1 0 0 1 1. صدگان رو اما چهار تا زیاد میکنیم، 0 0 0 0 1 2 3 4. اینطوری بهتر. خب اینها هم ارز هستند با 0 1 2 3 4 5 6 7. خب چی داریم میبینیم؟ داریم یک سری اعداد میبینیم در مبنای دودویی، مبنای 2، و یک سری اعداد میبینیم در مبنای 10. خب من 7 تا عدد رفتم، 7 تا عدد و اونور 3 بیت تشکیل شد. حالا شما فکر کنید که من مثلا بخوام به عدد مثلا 2 میلیون برسم، چقدر بیت باید در واقع کنار همدیگه نوشته بشن تا بخوان یه عدد مبنای 10 رو که من انسان میفهممش رو به من تحویل بده. یکی از در واقع راه‌های این که ما بفهمیم که تبدیل بکنیم عدد رو از مبنای 10 به مبنای 2 اینه که بیایم تقسیم بکنیم. این یکی از روش هاست. این روش که الان خدمتون گفتم عملا شمارش بوده، یعنی شما از صفر بشمارین تا برسیم به عدد 4 که عملا استفاده نمیشه همچین چیزی. الان تازه میخوام روش ها رو خدمتون عرض بکنم. روش های تبدیل تبدیل 10 به باینری. روش های تبدیل 10 به باینری. عدد 10 من چیه؟ مثلا همون 4 هستش. من اینو از مبنای 10 میخوام ببرمش به مبنای در واقع 2. تقسیم پی در پی به در واقع مبنای 10 هستش. خب تقسیم پی در پی در واقع عددی که ما در مبنای 10 داریم به مبنای مد نظرمونه. خوبی تبدیل در واقع 10 به در واقع بهتره من اینجا بنویسم به R یا به X یا به Y. منظورمو میفهمین؟ یعنی تبدیل عدد 10 به هر در واقع مبنایی شدنیه. خب و ما نیاز نداریم که مثلا بگیم آقا 10 من فقط میتونم به مثلا 2 ببرم یا فقط میتونم به هگزادسیمال ببرم. نه، شما 10 رو به هر چیزی میتونید ببرید. چطوری؟ با تقسیم پی در پی اون عدد، یعنی عدد در واقع 4 که ما اینجا داریم به اون ایگرگتون یا به اون آرتون. من تو درسایی که ما گذروندیم ما آر رو اینجا میذاشتیم، منم همون رو میذارم. من پی در پی 4 خودم رو تقسیم بر 2 میکنم. 2 میشه 2 تا 4 تا باقی مونده 0. دوباره تقسیم بر 2 میکنم. 1 2 تا باقی مونده 0. یه دونه 1 داریم. 1 رو اگه من تقسیم بر 2 بکنم همون 0 میشه و اینجا میاد 0 باقی مونده 1. به محض اینکه باقی مونده ای شما
شد صفر، باقی مونده ای شما بشه صفر یعنی انتهای شما. اگه بخواین یه الگوریتم بنویسین اونقدر ادامه میدیم تا باقی مونده، تا در واقع این عدد بشه صفر. باقی مونده نه، باقی مونده در واقع اون چیزی که ما نیازش داریم. ام، خب الان این هایی که در واقع باقی مونده هایی که ما اینجا داریم رو معکوس می نویسیم، میشه 1 0 0. این در واقع میشه خروجی ما. عدد 100 یا عدد 1 0 0 عددی هستش که میشه مقدار در واقع 4 دسیمال در باینری. حالا میخوام بدونم که آقا آیا این روش سخت تنها روشه؟ تنها روش نیست ولی اصلی ترین روشه، اصلی ترین روش. اما یک روش دیگه هم که داریم، روش خیلی جذابیه. اعداد باینری که ما داریم، برای بذار یه مثال دیگه بزنم. مثال دیگه ای که میزنم یه عدد باینری دارم، یه عدد در مبنای 10 هستش. مثلا عددی که میخوام استفاده بکنم 316 هستش در مبنای 10. من میخوام ببرم به مبنای 2. ببخشید اشتباه داشتم، ببرم به مبنای 2. خب یه خورده سخته دیگه، شما باید دونه دونه این رو مرتبا به 2 تقسیم بکنید تا ببینیم که به چی میرسیم. اما یه ایده هست، یه ایده خیلی جذاب هست. اونم اینه که شما بیاین اعداد در واقع تمام توانهای، تمام که نه، مثلا تا توان 10 یا حتی بیشتر 12 عدد 2 رو حفظ بکنید که معمولا حفظن بچه های کامپیوتر، و اینها رو بنویسید. همین فقط بنویسید. چی میشه؟ من از سمت راست می نویسم. 2 به توان 0 1، 2 به توان 1 2، 2 به توان 2 4، 2 به توان 3 8، 16 32 64 128 و 256. یه دونه دیگه هم هست 512. خب اینا رو فکر کنم باید حفظ باشین، چرا که ام، من تو بچه که بودم خیلی سی دی و فلش و اینجور چیزا خیلی دوست داشتم. تو حوزه تکنولوژی اینا خیلی بودم. اون موقع حفظ کردم. اون موقع کلا اینطوری بودم که فلش ها چرا یه سری اعداد خاصن. تا حالا براتون جای سوال نبوده که چرا ما فلش 8 گیگ داریم 7 گیگ نداریم؟ چرا مثلا یه فلش 15 گیگ نداریم یا 13 گیگ نداریم؟ دلیلش همینه که اعدادی که ما در دنیای دیجیتال میبینیم همشون توانهایی از عدد 2 هستن. خب داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که عدد 316 رو چطور میتونیم ببریم به مبنای 2. خب این اعدادی که من اینجا نوشتم اعداد اصلی هستن که توانهای در واقع 2 هستن. 2 به توان n، 2 به توان x، 2 به توان y. خب عددی که ما میخوایم ببریمش به مبنای 2 عدد 316 هستش. میخوام بدونم عدد 316 بین کدام دو عدد توان 2 قرار داره. عدد 316 2 به توان x و 2 به توان y. خب 2 به توان چه عددی از 316 کوچکتره و 2 به توان چه عددی از 316 بزرگتر هستش؟ 316 اینجا 256 در واقع عدد کوچکتر ما 256 و عدد بزرگتر ما هم 512 هستش. اینا هم می‌دونیم 5 6 7 8 و 9 و الی آخرین هم به ترتیب بذار بنویسم 4 3 2 1 و 0. پس الان میدونیم که این 2 به توان x چنده برای 256 8. اینجا هم y چنده، این y در واقع 9. پس بین 2 به توان 8 و 2 به توان 9 قرار داره. پس
ما کوچیکتره رو در نظر میگیریم. خب اینم دقت بکنید. حالا این چیزی که بنویسم میفهمیم چرا کوچیکتره رو در نظر میگیریم. عددی که ما اینجا داریم چنده؟ عدد 256 هستش برای کوچیکتره. پس این 512 رو ما خط میزنیم چون نیازی بهش نداریم. شروع میکنیم از چپ این رو به شکل یک در واقع خونه بهش نگاه بکنید. من اینطوری بکشم به شکل یک در واقع جدول بهش نگاه بکنید. خب الان دیگه ما داریم چنده؟ 316. خب من میگم آقا چند تا در واقع آیا یه دونه 256 توی 216 قرار میگیره یا نمیگیره؟ خب میدونیم که میگیره دیگه. اگه میگیره پس یه دونه بذار داخلش دیگه. بیشتر از یه دونه هم نمیتونیم بذاریم ما. خب 316 منهای 256 چند تا میمونه؟ 60 تا واقع مونده داریم. 256 برابر است با 60. خب آیا 128 تا داخل 60 قرار میگیره؟ نمیگیره، فالس، صفر. آیا 64 تا توی 60 تا قرار میگیره؟ نمیگیره، فالس. آیا 32 تا توی 60 تا قرار میگیره؟ طبعا قرار میگیره. پس ما چیکار میکنیم؟ میایم میگیم 60 که داشتیم، نه فارسیش کردم، 60 که داشتیم رو در واقع از 32 رو از 60 کم میکنیم. باقی مونده چی میشه؟ میشه 28. میشه 60 منهای در واقع 32 که برابر است با 28. میام میگم از 28 تایی که ما داریم 16 تا میتونیم کم بکنیم، یعنی 16 تا توی 28 تا قرار میگیره. میگیره. پس میام اینجا میگیم 28 منهای 16 چند میشه؟ میشه 2 تا این ور یه دونم اون ور. بذار من انجام بدم که از اون قاعدم اشتباه نشه. منهای 16 میشه 12 تا. درسته؟ خب حالا میام اینجا میگم که 12 رو مینویسم، منهای میگم 12 تا دارم، آیا 8 تا میتونم بذارم داخلش؟ میبینیم که خب میتونیم بذاریم دیگه. منهای 8 چند تا میشه؟ میشه 4 تا. 4 تا منهای میگم آقا 4 تا دارم، 4 تا میتونم بذارم داخلش؟ میتونم دیگه. منهای 4 باز با صفر. صفر تا دارم دیگه، هیچی نمیتونم داخلش بذارم. خب عددی که به دست اومد چنده؟ 100 4 تا 1 100. خب این عدد در واقع باینری هستش که ما به دست آوردیم. من این وبسایت هم آوردم. کارش اینه که این وبسایت میاد و عدد دسیمالی که بهش میدی رو تبدیل میکنه به عدد باینری به صورت آنلاین. من 316 رو میذارم. 100 4 تا 1 و 2 تا 0. این عدد باینری هستش که ما به دست آوردیم. حالا من همینو یک بار دیگه با روش قبلیمونم انجام میدم و این جلسه رو تمام بکنیم بریم سراغ جلسه بعدی که صحبت‌های به شدت جذاب‌تری اونجا خواهیم داشت. 316 تقسیم بر 2. گفتیم تقسیم های پیاپی به عدد 2 انجام میدیم. خب من برای اینکه سریعتر این کار رو انجام بدم دوست عزیزم آقای کلکولیتر رو میارم. خب این داره تقسیم بیسیک. تقسیم بر 2 میشه 158. بذارین من با گوشی بیام که سریعتر بشه. خود اینجوری کندیم. خب اینا رو من دونه دونه به 2 انجام میدیم تقسیم ها رو ببینیم به چی میرسیم. 316 رو میشه 150 و در واقع 8. درسته؟ یعنی 158 تا که ضرب در 2 بکنه میشه دقیقاً 300 در واقع 16. پس باقی مونده چنده؟ 0. اینو دوباره تقسیم بر 2 میکنیم.
158 تقسیم بر 2 میشه 79. صفر. تقسیم بر 2 میکنیم دیگه نمیشه، دیگه کامل نمیشه و اینجا به بعد عددی که داریم یکن. تقسیم بر 2 که بکنیم میشه 39 اگه اشتباه نکنم. 2 ضرب داره 39 میشه 78. باقی مونده یکه. دوباره تقسیم بر 2. اشتباه هم امیدوارم نکرده باشم. 39. حالا 39 هم اگه تقسیم بر 2 بکنیم میشه 19 و باقی مونده یکه. دوباره 19 هم اگه تقسیم بر در واقع 2 بکنیم میشه 18 که باقی مونده یکه و 9 هم اگه تقسیم بر 2 بکنیم میشه 4. بذاریم اونا رو یه بار دیگه تست بکنم. 19. خب اینو تا آخر بریم پس تا من چیز انجام بدم. کجا بودیم الان؟ اینم که میشه 8 و باقی مونده یک و 4 هم تقسیم بر 2 میشه 2 تا 4 تا 0 و 2 تقسیم بر 2 هم میشه 1 و 1 2 تا 0 و 1 هم تقسیم بر 2 که میشه 0 و اینم 0 که باقی مونده اشتباهی فکر کنم شد. باقی مونده شد 1 اینجا. اساسا اینجا ما میتونیم کار رو تموم بکنیم ولی 2 تقسیم بر بذاریم کجا رو اشتباه کردم. اصلا اون عددی که ما داریم چنده؟ این یک آخر اشتباه درسته؟ خب ما تا اونجا اومدیم. 2 تا 4 تا و باقی مونده 0. حالا تا اینجا پس درست که 2 تا 4 تا و باقی مونده شده 0. یه دونه 2 داریم. حالا این 2 هم من دوباره تقسیم بر 2 میکنم. طبعا میشه 1 دیگه، میشه 1. پس 2 1 2 تا و باقی مونده 0 و یه دونه 1 داریم. این یکه میمونه اینجا. بذاریم من این استوب بزنم ببینم مشکل از چیه. خب من بعد یه 2 3 دقیقه که داشتم روش فکر میکردم فهمیدم که خب درسته دیگه. درست نیست؟ داریم میبینین تصویرها؟ فکر کنم من یه خورده آره اگه دقت بکنید اینجا رو مثلا این تصویرام جا کنم اصلا اتفاقی داره میفته کاملا درسته و نمیدونم چرا یه لحظه ریب زدیم. الان چی داریم ما اینجا؟ گفتیم باقی مونده ها رو مینویسیم دیگه. میشه 1 1 2 تا 0 1 2 اینم 1 بود. 4 تا 1 و 2 تا 0. خب این درسته دیگه. یه لحظه آره من آخرش رو به مشکل خوردم. خب یه خورده ویدیو طولانی شد. جلسه اولی بودش که داشتم یه ویدیوی درسی ضبط میکردم. یه خورده متفاوت بود. امیدوارم که متوجه شده باشین که قضیه چیه. این جلسه بیشتر راجع به بیسیکه در واقع اعداد صحبت کردیم. بعد رفتیم راجع به تبدیل در واقع اعداد به باینری، اعداد 10 به باینری. و جلسه بعدم راجع به تبدیل در واقع اعداد 10 اعشاری به باینری صحبت میکنیم. اونم میخوره جالبه. بعدش میریم راجع به برعکسش صحبت میکنیم که اعداد باینری رو چجوری بریم به 10. بعدش هم میخوره راجع به اعداد 8 و 16 صحبت میکنیم و بریم جلو ببینیم چی میشه دیگه. موفق باشید.